صحنه. یک، صحنه بسیجی نبوده. دو، ساعت 26 بهمن پسرخاله این جانب بدون اینکه من خبر داشته باشم داداشم شهید شده به در منزل من میاد، ازم عکس صحنه میخواد. ما به خاطر فامیلی بهش دادیم. متاسفانه بعد از اون ایشون این عکس رو به ساعتهای خودشون میدن و اونو بسیجی قلمداد میکنن. من خودم هم روز دیدم کارتش رو درست کردم. خیلی ما رو تحت فشار گذاشتن، گفتن اما حرف نزنید و چو از این چیزا. الان چند روز دار باشم علی جان، جنازش هم به ما نمیدن کاغ علیگن، جنازش هم به ما نمیدن. ما هنوز موندیم چیکار کنیم؟ اگر جنازش به ما ندن ما نمیریم، ما تو سر خطش هم نمیریم. سعنا عرضش این بود که مثل بهمن قبادی در خدمت ملتش باش. اونایی که به غیرت بودن سعنا رو ول کردن دادنش دست دشمنا، اونا بی غیرت بودن، از عربا یاد نگرفت. ما فقط تحت فشاریم، پدر و مادرم میرن اینم نره اونم نکشه، حرف نزنیم. ولی این دسیسه پسرخاله من بود، عکس ما رو برد و از این کارا. جدا از قانع ژاله، کامیار از دوستان صمیمی صانع ژاله هم به صدای آمریکا گفت این کارتی که الان برایشون درست شد توی تلویزیون پخش شد، این کارت منم در عرض یک روز تهیه شده و حتی صحبت‌هایی که در مورد ایشون شد و گفتن که بسیجی هستن، نه ایشون هیچ واسطی به بسیج ندارن. چون من شناخت کلی دارم از ایشون و از نزدیک با ایشون بودم، میتونم بگم که چندین سال با ایشون بودم.